یک شهروند 49 ساله تاجیکستان را برای تغییر دادن مولت ویزش 600 زلوتیخ برابر تقریبا $140 جریمه بسته از پولش به کالینینگراد روسیه اخراج کردند و برای 2 سال از حق ورود به کشورهای اتحاد اروپا محروم ساختند. در این باره روز 28 مارس سال 2023 با استناد به خدمات مرزبانی پولش خبرگزاری روسکی زاپاد نووستی کالینینگراد خبر داد. بنا به اطلاع این نشریه، مرزبانان پولش در گذرگاه گژهوتیک در مرز این کشور با ولایت کالینینگراد روسیه برای ویران کردن قانونهای مهاجرت و ویزا یک مسافر اتوبوس گنات کالینینگراد را بازداشت کردند، ولی نتوانستند او را بلافاصله بازجویی کنند چون که این مسافر مست بود. در خبر روسکی زاپاد جریان قضیه چنین تصویر شده است: شناسنامه شهروند 49 ساله تاجیکستان خراب کرده شده، ویزاش دریدگی بود. به بالای این روز به قلمرو لیتوا وارد شدن او نیز تغییر داده شده بود. این مرد را از اتوبوس فراورده تا صبح نگاه داشتند تا مستیش گذرد. تشخیص در بدن او بیش از 1.4 پرمیل الکل را نشان داده است که این برابر تقریبا 300 گرم عرق است. بعد هوشیار شدن او اعتراف کرده است که در مورد در فرودگاه ویلنیوس به شناسنامه‌اش زده مرزبانان لیتوا صحنه ورودش به قلمرو اتحاد اروپا را از 4 اپریل سال 2017 به 4 اپریل سال 2022 عوض کرده است. وی در شرح این عملش گفته است که میخواست در اروپا یک کمی بیشتر بماند. اکنون او 2 سال نمیتواند به اروپا سفر کند. به بالای این او را 600 زلتیخ جریمه هم بستند. شهروند تاجیکستان پول جریمه را سپرد و روی کالینینگراد شد. اسم این مرد تاجیک از پولش بیرون کرده شده نشر نشده است. خود او برای شرح قضیه دستنورس است. پولش عضو اتحاد اروپا، پیمان حربی ناتو و منطقه شنگن است. از بس که پولش با روسیه و بلاروس و اوکراین مرز مستقیم دارد، این کشور در سالهای اخیر به یک مسیر عمده انتقال مهاجران و پناهجویان از شوروی سابق تبدیل یافته است. پناهجویان تاجیک نیز اساساً از طریق پولش وارد قلمرو اتحاد اروپا می شوند.